و حالا هم ادامه برنامه ورزش. فوتسال بازان امید وطن قهرمان رقابت‌های چهارجانبه فوتسال در غزنی شناخته شدند. این رویداد چهارجانبه فوتسال به پشتیبانی یکی از رادیوهای خصوصی در کشور و به همکاری کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال به میزبانی ولایت غزنی برگزار شده بود. در این مسابقات تیم‌های دایکندی، میدان وردک، بامیان و غزنی میزبان برای یک روز جهت دستیابی به جام قهرمانی برابر هم رقابت کردند. فوتسال بازان ولایت‌های غزنی، دایکندی، میدان وردک و بامیان روز گذشته در مسابقات چهارجانبه به همکاری کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال و با پشتیبانی یکی از رادیوهای خصوصی در افغانستان به مصاف هم رفتند. این مسابقات چهارجانبه و میزبانی غزنی در نخست با دیدار تیم‌های شهرداری و صنایع آغاز شد. در این بازی فوتسال بازان غزنی با نمایش قاطع در برابر نماینده دایکندی درخشیدند و سرانجام این بازی را با نتیجه پرگل 4-3 به سودشان پایان دادند و با دیدار نهایی مسابقات را یافتند. در دومین بازی این پیکارها تیم‌های المهدی بامیان و امید وطن در تقابل قرار گرفتند و در نهایت این دیدار حساس را ستاره‌های میدان وردک با نتیجه 7-6 به سودشان خاتمه دادند. مسئولان فدراسیون فوتبال ولایت غزنی و برگزاری رقابت‌ها درباره چگونگی این مسابقات سخن زدند. ولایت‌های آمده بود که ما اصلا ندیده بودیم مردم شود. یک پیام واضح روشن است که ولایت‌های میان با دیگه ولایت میان میبینن، فوتبالرایش میبینن، مردمش با هم نزدیک میشن، با هم برای پیشرفت، برای ترقی ای سپورت یا ای رشته ورزشی حداقل یک زمینه مساعد کرده باشیم تا جوانان بتوانند در این رشته دستاورد خوب داشته باشند و او استعدادایی که در ولایت افغانستان هستند بالاخره اونا نمایان شوند. همچنین برنامه‌های بسیار تاثیر خوبی داره برای رشد فوتسال که تیم‌ها ولایت‌ها قهرمان خود از اون روان میکنه، یک نماینده خوب روان میکنه و هر نماینده هر ولایت کوشش داره که قهرمان شونه. در بازی نهایی دومین دور تورنمنت چهارجانبه فوتسال در میان زون‌های افغانستان، تیم‌های صنایع و امید وطن برابر هم روبرو شدند. بازی را از زمان ابتدای آن نماینده میدان وردک نسبت به حریفشان هجومی‌تر آغاز کردند و با نخستین گل مقابل حریفشان دست یافتند و سرانجام این بازی با نتیجه 4-3 و پیروزی ارزشمند فوتسال بازان امید وطن و شکست بازیکنان صنایع به پایان رسید. شماری از بازیکنان فوتسال راه اندازی چنین مسابقات را از سوی سکتورهای خصوصی و رسانه‌ها برای توسعهشان سودمند می‌دانند. رقابت‌ها بسیار خوب است، برای جوانان تشویق میشه و از عمل بد دور میشه و هر سال همین رقابت‌ها ادامه پیدا کنه. ان شاءالله فهمید جوانای زیادی رو به ورزش میارن. از دایکندی آمدیم تا اینجا 24 سال را طی کردیم. رقابت‌ها بسیار رقابت‌های خوب بودن، رقابت‌های بسیار بالا، خیلی چیزای جدید را آموختیم، بازیکن‌های جدید را دیدیم و چیزای جدید باشه آشنا شدیم. بچه‌ها زیاد زحمت کشیده بودن و آمادگی خاص برای رقابت‌ها گرفته بودن، اما زحمت بچه‌ها بود که به مقام قهرمانی رسید. دومین دور مسابقات فوتسال به منظور گسترش این رشته و توسعه بازیکنان با قهرمانی امید وطن میدان وردک در حال به فرجام رسید که این مسابقات از سوی یکی از رادیوهای خصوصی به سطح کشور برگزار شده است. قرار است این مسابقات در میان زون‌های دیگر افغانستان نیز راه اندازی شود.